بیننده نوشتن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک مسلمان خیلی ظالم است در حالی که خودش مسلمان است، اما یکی کافر است که خیلی نیکوکار است در حالی که کافر است اما کار خوب میکند. یک نفر ایستاده میشه میگه که از مسلمان ظالم کرده کافر بهتر است چون کار نیک میکند. آیا او نفری که گفت کافر بهتر است نه مسلمان، آیا خودش کافر شده است؟ این حرف خیلی حرف خطرناک است. یک نکته باریکی در اینجا وجود دارد، بعضی متوجه این نمیشن. مثلا ظالم است، مسلمان ظالم یک مسلمانی است ظالم است. ظلم در اسلام ممنوع است. اگر این مسلمان واقعی میشد ظلم نمیکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند از ظلم ظلمات یوم القیامه. یک ظلم کردی در روز قیامت تاریکی ها نصیبت میشه در اونجا. مسلمان واقعی ظالم نمیشه. مسلمان واقعی به کسی ظلم نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اتقوا دعوت المظلوم، بترسید از دعای مظلوم، لان لیس بینه و بین الله حجاب، چون که هیچ پرده‌ای بین مظلوم و بین الله نیست. یک دعا بکنه دعاش میگیرد، نابودت میکنه. پس مسلمان خوب ظالم نمیشه. و آن کسی که کافر است، مثلا مسیحی است، اگر خوش اخلاق است، خوش برخورد است، ظلم نمی کند، انسان خوبی است، این شخصیتش است. اینکه شما رو تعریف بکنید مثلا مستر جورج یا مستر مایکل انسان خیلی خوش اخلاقی است، خیلی انسان با ادبی است، خیلی انسان خوش برخوردی است، تعریف کردنش هیچ گناهی نداره. 100 بار تعریف بکنید. والله من یک دوستی دارم نصرانی است، مسیحی است، اما انسان امانتداری است، انسان خوش اخلاقی است، انسان خوش برخوردی است. و یک دوست مسلمانی دارم که متاسفانه مثلا بد اخلاق است، امانتدار نیست. اشکالی نداره گفتن این حرف، اما یک نکته‌ای در اینجاست، این که بگی که اون مسیحی امانتدار بهتر از مسلمان فلان فلان شده است، اینجا تو داری دو تا دین رو با هم مقایسه میکنی. نه، این مسئله شخصی است. این امانتداری اون مسیحی ربطی به دینش نداره و این ظلم و فساد این مسلمان هم ربطی به اسلام نداره. مسئله این نشه که شما به دین اون رو تعریف بکنی، تمجید بکنی به خاطر که اون شخص امانتدار است. مثلا چند روز قبل توی یک مجلسی، توی یک جای عمومی، یکی اومد گفت که آقا این ملاها که هستن این طورین فلانن، اینن اونن فلانن، در یک کشوری بود. شروع کرد به بدگویی ملا. پرسیدم، خانمی بود، میبخشید خانم شما در طول زندگیتون چند ملایی به شما بد کرده؟ و والله یک امام مسجدی داشتیم اینطوری بود فلان بود، چند تا غیر از اون. گفت نه، فقط همون یک خاطره بدی برای من گذاشته. گفتم والا من 7 ماه گذشته تو همین کشور شما شنیدم که یک گروهی متشکل از 12 تا دکتر، تعداد زیادی پرستار و تعداد زیادی از تلفنچی‌های وزارت بهداشت و راننده‌های آمبولانس و پزشکای اورژانس، اینها با هم یک گروهی رو تشکیل داده بودن و اینا چیکار میکردن؟ مثلا یک خانمی در حالت وضع حمل است، در حالت زایمان است، زنگ میزد به اورژانس دولتی، بیمارستان دولتی طبیعتاً، که ایشون رو ببرن برای جایزگاه. اون طرفی که در اونجا در اورژانس کار میکرد که تلفن رو جواب میده، ایشون جز این گروه بوده. چیکار میکرده؟ میگفته خانم متاسفانه ما هم آمبولانس براتون میفرستیم، اما متاسفانه در بیمارستان دولتی هیچ تخت خالی وجود نداره، جای خالی وجود نداره. طرف اندرات زایمان است، شوهرش هم میگه که خب اشکال نداره، ولی کجا میتونیم؟ والله یک بیمارستان خصوصی است در فلان منطقه، اونجا میتونیم که شما رو توسط آمبولانس دولتی ببریم. چیکار میکردن؟ این بیمار رو، این خانم رو میبردن به اون بیمارستان خصوصی، اونجا مثلا تا زایمان بکنه، تا 1-2 شب اونجا بمونه، پول هنگفتی ازش میگرفتن. این بیمارستان خصوصی نصف این پول رو بین این دکترها و بین این پرستارا و تلفنچی‌های وزارت
بهداری و خلاصه آمبولانس و اینا تقسیم میکرد. بعد به اینم اکتفا نکردن، چیکار کردن؟ بعضی از کودکانی رو که حالا طبیعی به دنیا می اومدن به دروغ به پدر و مادرش میگفتن که این نیاز داره که یک مدتی تو اون غرفه‌های مخصوصی هست، نوزاد که قبل از وقت به دنیا میان در بگذارن یک مقداری اکسیژن هم در اونجا در بین اکسیژن میگذارن به خاطر اینکه مشکلات تنفسی نداشته باشه و فلان از این چیزا. از نگاه طبی گذاشتن یک کودک در این دستگاه فکر کنم روزهای محدودی داره، دقیقا نمیدونم 6 روز است، 7 روز است، 8 روز است. اینا به خاطری که پول بیشتر بگیرن مثلا کودکانی رو به مدت 15 روز گذاشتن در این دستگاه، 12 روز گذاشتن و این دستگاه با وجود اکسیژنی که بیشتر از اون زمان تنفس بشه توسط نوزادها سبب اختلالات مغزی و ریه‌ای در کودک میشه و منجر به مرگ میشه و در جریان تقریبا چند سالی که این گروه این کار رو انجام میدادن بیش از 12 تا کودک جان خودشون رو از دست دادن. گفتم خانم من بگم تو این شهر شما همه دکترها بدن، همه دکترها ظالمن، آدمکشن، فاسقن، فاجرن، جنایتکارن، انسان نیستن، از حیوانم بدتر هستن، به خاطر اینکه 12 تا دکتر یا 10 تا دکتر یا یک گروهی از دکترها و نرسها و پرسنل مثلا وزارت بهداری یا بیمارستانها همچین جنایتی رو کردن. چوب شد دیگه، صداش در نیامد. غلط است یعنی این که ما بگیم مثلا چون یک ملاحی یک اشتباهی کرده بیایم کل دین رو بدنام بکنیم، بیایم همه دیندارا رو ما بد بگیم. امروز در هر ثانیه در دنیا یک انسان به خاطر اشتباه یک دکتر میمیره. هر ثانیه یک انسان به خاطر اشتباه یک دکتر میمیره. در جراحی، در نمیدونم تزریق دارو، در تشخیص، در بیمارستان ها روزانه این اتفاق میفته. آیا این به معنی است که همه دکتران بدن؟ این یک قضاوت اشتباه است. به خاطر همین این که انسان مذهب و دین کسی رو تمجید بکنه بله سبب کفر میشه. کسی که دین دیگری رو بر دین اسلام برتری بده و بهتر بشماره این انسان کافر میشه. اما تعریف و تمجید از اخلاق و برخورد یک کافر به تنهایی هیچ اشکالی نداره. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از بعضی از عادات کفار تمجید کردن. مثلا در قضیه حلف فضول یک پیمانی بود که برای دفاع از مظلومین در مکه ایجاد شده بود. بعد از اسلام، بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که اگر باز هم به اون پیمان دعوت بشم لبیک میگم، داخل میشم. در حالی که کسانی که در اون پیمان ایجاد کرده بودن همه مشرکین بودن و در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی از اونها زنده هم نمانده بود. پس تعریف و تمجید از شخص و افعالش اشکالی نداره، اما اگر این منجر به این بشه که ما دین اون رو تعریف و تمجید بکنیم بله در این صورت مشکل است.